بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز میخوام قسمت دوم از داستان حذیفه ابن یمان رو با هم بخونیم که گفتیم این صاحب اسرار پیامبر بود. پیامبر اسامی منافقین رو بهش داده بود تا این منافقین رو چیکار کنن؟ تحت نظر بگیره تا از کینه و حیله منافقین مسلمانان در امان باشن و ببینه که اینها کجا میرن کجا نمیرن، چه میگن چه نمیکنن. و این عملا صاحب راز رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بیاتون باشه گفتیم که یکی از موارد خاصی که حذیفه درش قرار گرفت که امشب میخوایم با همین قصه رو بگیم، اون هم اینه که در یک موقعیتی هست که شرایط خیلی حساسه. جنگ خندقه. از اون ور یهود پیمان شکنی کرده، در مثلا میگم مسلمان ها در واقع در وسط قرار گرفتن، از این ور یهود در مثلا پشت سرشون، از این ور مشرکین قریش و قبایل تا دندان مسلح عرب که برای نابودی مسلمانان اومده بودن، در وسط مسلمان ها. منافقان هم که وجود داشتن در سپاه مسلمانان و شرایط خیلی حساس بود و طوفان شد، گرد و خاک شد، شرایط سنگینی شده بود. جنگ خندق که بارها شنیدید داستانش که در چه وضعیتی بود، هیچ کس نمیدونست چه خواهد شد. خیلی جالبه، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک چنین شرایط سختی میاد از حذیفه استفاده میکنه که ببینیم داستان واقعا چگونه هست. گفتیم که دشمن، چون شرایط مدینه اینگونه بود، دشمن در این بالا بود، یهود در پایین بودند و شرایط حصار تقریبا در یک حلقه محاصره سختی قرار گرفته بودند و هیچ کاری نمیشد کرد. و اشاره به این که میگه زاغت الابصار، چشمها از ترس شرایط خیره پیدا کرد و بلغت قلوب الحناجر، نفسها به تنگی افتاده بود. میگم شرایط خیلی حساس بود، شرایطی که ما الان توش قرار نگرفتیم نمیدونیم واقعا چگونه است. چند روز در حصار و محاصره که مشرکین میخواستن از اون ور حمله کنن، از اون ور بالاخره یهود هم پیمانی بکنن که یادتون باشه در یک قسمتی ما داستان رو نقل کردیم که یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه نقشه خوبی رو بازی کرد. اما در این مورد خب در این چنین شرایطی که واقعا نمیشد که چی کار کرد و همه دچار ترس و دلهره شده بودن. منافقین هم شرایط رو به گونه‌ای قرار دادن، یا رسول الله ما زن و بچه‌مون تنهاست و فلان، همه چی رو گذاشتن رفتند و فقط حدود 300 خورده ای از مسلمانان باقی مونده بودند. در یک چنین شرایطی پیامبر خدا تصمیم گرفت که حذیفه بن یمان رو به قلب سپاه مشرکین بفرسته و از حال اونها خبر بشه. شرایطی که اصلا هیچ کس نمیتونست پیش بینی بکنه. بدون خود حذیفه داستان رو برای ما قشنگ تعریف میکنه. ببینید این سفر مرگباری که پیامبر این رو براش میفرسته، که مثلا اون رو به سمت اون میفرسته، این سفر چجوری. حذیفه میگه اون شب عجیبی بود که در اون شب همه دیگه نشسته بودن منتظر بودن چه میشه. ابو سفیان و کسانی که مشرکین مکه بودن درست در یک شرایط مشرفی بر ما قرار داشتن. بنی قریظه یهود در پشت سر ما، در پایین ما مثلا قرار گرفته بودن و ما همه برای زن و فرزندمون میترسیدیم که چه اتفاقی برای ما میفته. تاریکی مطلق بر تمام شب غلبه کرده بود و یک طوفان شدیدی هم میگه برپا شده بود که اصلا میگه طوفانی بود که مشابه اون رو نمیشد دید و این صدای طوفان و صاعقه ها به همه جا میرسید. اصلا ما نمیفهمیدیم چیه. شدت تاریکی طوری بود که تو انگشتان دستت رو هم نمیدیدیم. در یه همچین شرایط منافقین اومدن میگه پیش پیامبر، گفتن یا رسول الله خونه های ما تنها مونده، کسی نداره، زن و بچه‌مون تنهاست، ما نمیتونیم اینجوری بمونیم. اصطلاح قرآن داره بیوتنا مکشوفه و خدا میگه ما هو به مکشوفه، اینجوری نیست، ما هی مکشوفه. اما بالاخره پیامبر اجازه داد که اونها برن و میگه تقریبا ما 300 نفر باقی موندیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه همینجوری بین ماها یکی پس از دیگری میگذشت تا اینکه به من رسید. خب هوا هم سرد بود، طوفانی هم بود، مدینه هم در اون شرایط خیلی شرایط سردی داشت. میگه من یک پارچه چیزی داشتم که بالاخره از خونه آورده بودم که مال همسرم بود، مثلا یک پتوی حوله چیزی بود که تا زانومم بیشتر نمیرسید و دراز کشیده بودم، این روم بودش. میگه پیامبر من نزدیک شد، گفت این کیه که رو زمین افتاده، کی هستش؟ من گفتم یا رسول الله من حذیفه هستم. و به طرف زمین میگه من چیز شدم، خودم کشیدم، زمین سرد بود، هوا که میتونم این طریق گرم بشم، هم گرسنه بودم هم سرما بودش. بعد پیامبر من گفتم بله. گفت تو هستی که خودت اینجوری به زمین چسبوندی از گرسنگی سرما؟ گفتم بله یا رسول الله. گفت نگاه کن، پاشو میخوام برفرستم تو رو توی لشکر دشمن برام خبر بیاری. میگه بلافاصله من بلند شدم و نمیدونستم چی کار کنم. پیامبر گفت برو خبر بیار و پیامبر هم برای من دعا کرد.
چون میگه اصلا در اون شرایط من از همه تو داشتم بیشتر میترسیدم و بیشتر سرماخو داشتم. اما پیامبر گفت نه، پاش تو برو، برای من دعا کرد، گفت خداوند خودت اینو حفظ کن، اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه، خودت این رو از هر جهت تحت حفاظت قرار بده، و عن یمینه و عن شماله، چپ و راستش هم خدا این رو مورد حمایت قرار بده، و من فوقه و من تحتی. و این دعا رو پیامبر میگه در مورد من کرد، و میگه به مجردی که این دعای پیامبر تموم شد دیگه من در درون خودم هیچ ترسی احساس نمی کردم، سرما از وجود من دیگه خارج شد. و میگه که دیگه من هم دیگه اینجا حرکت کردم به همون دعای پیامبر، با هیچ کس صحبت نکردم، پنهانی یواشکی در همون تاریکی شب به هر طریقی بود، خزان خزان بود، سینه خیز بود، به هر روشی کم کم خودم رسوندم به سپاه لشکر دشمن. میگه که در اونجا رفتم دیدم اوه ابو سفیان بلند شده، میگه هیچ کسی که نمیفهمی، من همین فکر میکردم منم از خودش سپاه هستم، تاریکی شب بود دیگه. ابو سفیان بلند شده بود، داشت در بین اینا سخنرانی میکرد، گویا قریشیان من دارم بهتون میگم که حرفی دارم الان بهتون میزنم، مبادا این حرف برسه به سپاه محمد برسه و اونها بفهمن اینها. اونم اینه که نگاه کنید هر کسی پهلویش چه کسی هست که تا مطمئن بشیم یه وقت بین ما جاسوسی کسی نباشه. و بعد میگه بپرسید پهلویتون که، میگه من بلافاصله زرنگی کردم دست پهلو میگرفتم، گفتم تو فلان، تو کی هستی، خودت معرفی کن. اونم خودشو معرفی کرد، دیگه متوجه نشد که من کیم و دست و پاچه شده بود دیگه، چون شرایط خیلی حساس بود. ابو سفیان گفت نگاه کنید الان در شرایطی قرار گرفتیم که ما هنوز وضعیتمون خوبه، اما ممکنه حیوانات ما در این طوفان فرار بکنن و ما بمونیم، بنی قریظه به ما داره خیانت میکنه، ممکنه همراهی با ما نکنه و ما اگه در این باد و در این شرایطی که الان هستیم قرار بگیریم در شرایط خیلی بدی خواهیم بود، و این شرایط میتونه ما رو چیکار بکنه، در وضعیتی قرار بده که ما نمیدونیم چگونه هست. اینی که من پیشنهاد میدم به شما که ما قبل از اینکه اتفاقی برامون بیفته از اینجا برگردیم و بریم. میگه منم اینقدر توانایی داشتم در اون لحظه حتی ابو سفیان رو بتونم بکشمش و انتقام رو بگیرم، اما چون پیامبر من دستور داده بود هیچ چی نگی و هیچ کار نکنی، همینجوری برو و همینجوری برگرد، من هم رفتم. و میگه در اون لحظه من دیگه خودم به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسوندم، دیدم پیامبر در یک بالاخره در شرایطی داره پیامبر نماز میخونه، دعا میکنه، و وقتی پیامبر من رو دید اجازه داد که من برم و بالاخره به طرف پیش پیامبر اومدم و خبر دادم بهش که داستان داره چه اتفاق میفته. پیامبر خیلی خوشحال شد، چون که دیگه ابو سفیان اینا ترسیده بودند و این داستان هم خیلی مفصل، اینجا ناچار شدن رها کنن. در هر صورت ابو حذیفه ابن یمان همچنان صاحب راز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود تا زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زنده بود، و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم وضعیت اینگونه بود که ابو سفیان چی میگم، معذرت میخوام ببخشید، بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم اینگونه بود که خلفای راشدین همیشه اعتماد میکردن به حذیفه ابن یمان، چرا که میدونستن این صاحب راز پیامبر هست. حتی عمر نقل شده که میگن که در اون زمان هیچ وقت نگاه میکرد که کسی میمرد ببینه آیا حذیفه در نماز جنازه اون شرکت میکنه یا نمیکنه. اگر نماز جنازه اون شخص حذیفه شرکت نمیکرد، عمر هم در نماز جنازه اون شخص شرکت نمیکرد، که میگه ممکنه حذیفه به خاطر شناختی که از منافقین داره اون احساس کرده منافقه پس شرکت نکرد، منم شرکت نمیکرد عمر. و این توجهی بود که عمر داره. و وقتی که عمر میخواست که حذیفه میگه یه بار عمر از من سوال کرد که میخوام فلانی رو مسئول فلان جا فرماندار بذارم، بعد من بگو آیا این منافق هست یا نه، من که نمیتونستم چیزی بگم، یعنی چون بالاخره صاحب راز پیامبر بودم. بعد میگه اینو گذاشت و بعد مدتی خود عمر مثل که متوجه شده بود این شخص منافقه، و عمر هم به این راهنمود رسیده بود، اینو از اون پست برداشته بود. و جالبه که نکته‌ای که از حد خود عمر رضی الله عنه یه روز ازش گفت، اینقدر عمر خب حساس بود، گفت بگو من جزء که منافقی هستم یا نیستم. گفتم نه عمر تو نیستی، ولی که بعد از اون من دیگه به هیچ کس نگفتم، چون رازی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من گفته بود. در هر صورت حذیفه ابن یمان در فتوحات اسلامی شرکت داشت، مثل نهاوند، دینور، همدان، ری، در همه اینها حضور داشت و جزء اسباب و سبب‌هایی بود که سبب پیروزی مسلمانان در این جنگ‌ها بود. و از
همه مهمتر این بود که مسلمانان رو حذیفه بود که همه رو بر یک قرآن واحد جمع کرد و این طرح پیشنهاد داد که عامل اصلی بود که یک قرآن باشه و این قرائت ها جمع بشه که مبادا به خاطر وجود قرائت های متعدد و اینکه اسلام گسترش پیدا کرده در سطح جهان که بالاخره خیلی هاشون هم عرب زبان نیستن، این قرائت های متفاوت اختلاف ایجاد بکنه. یک نکته‌ای که خیلی وجود داره زیباست در زندگی حذیفه بن یمان، میگن حذیفه با وجود همه این موارد باز هم این خوف رو نسبت خودش داشت. ما گفتیم دیگه نمونهش عمر، مثلا عمر وقتی پیامبر میگه عمر فی الجنه، عمر با اون شخصیت، باز از حذیفه میگه که من منافق هستم یا نیستم. خیلی عجیبه. خود حذیفه هم همین گونه است، با اینکه صاحب سر پیامبر هست و راز پیامبره، خیلی نسبت به خودش این ترس و امید داشت که مبادا خدای نکرده در شرایطی باشه که شرایطش بد بگذره. میگن وقتی که در لحظات مرگ بود در اون شب و یارانش اطرافش بودن در نیمه های شب، گفت الان چه ساعتیه؟ گفتن ما نزدیک صبح هستیم. حذیفه دست به دعا کرد، بلند کرد، گفت خدای به تو پناه میبرم از صبحی که خدای نکرده من این کلمه خدای نکرده سر زبون من ببخش، خدای به تو پناه میبرم از صبحی که من مبادا مثلا به جهنم انتقال پیدا کنم، خدایا پناه میبرم به تو از صبحی که من به جهنم فرستاده بشم. بعد رو کرد، نگاه کنید آیا کفن منو آوردین؟ گفتم بله. گفت نگاه کنید در کفن من زیاده روی نکنید، مبالغه نکنید، هر چی باشه نزد خدا بالاخره همون خیر هست، اینا از ما همین گرفته خواهد شد در همون حدی که مواد شرعی اجرا بشه. بعد شروع کرد گفت خدایا تو میدونی که من فقر رو بر ثروت ترجیح میدم و میدونی که من کوچیک بودن و پایین بودن رو برای اینکه عزیز باشم و شریف و بزرگ باشم ترجیح میدم و از همه بهتر میدونی خدایی که من مرگ رو بر زندگی ترجیح میدم وقتی تو از من راضی باشی. میگن در این لحظات بود که روح از وجود حذیفه بن یمان خارج شد، در حالی که حذیفه بن یمان یکی از شخصیت‌های ویژه و خاصی بود که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه همراه بود و کنار ایشون بودش. و نقل شده که حتی بین حذیفه و عمار هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیمان برادری برقرار کرده بود. و نکته‌ای که خیلی جالب هست که حالا من گفتم اونجا در مورد این، مثلا میگه که حذیفه بن یمان رو عمر فرستاد برای شهر مدائن، عنوان فرماندار شهر مدائن، و گفتش که دیگه خلاصه گوش کنید، از حرف اینو سخنش گوش کنید، فرمانی فرستاده بود. و بعد میگن وقتی که حذیفه رو فرستاد سوار یک حیوان چهارپایی، چی میگه الاغی شده بود و مقداری هم توشه و سبکی با خودش برداشته بود، مقداری نان خشک و اینجور چیزها، و با همین سادگی حرکت میکرد حذیفه و زندگی خودش رو انجام میداد. و یک نکته‌ای که خیلی زیباست، حالا چون وقت ما هم گذشته، حذیفه میگه همه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیر رو میپرسیدم، من از شرها میپرسیدم، از فتنه ها میپرسیدم. که اون حدیث فتنه‌ای که معروف هست از حذیفه بن یمان هست که از رسول خدا میپرسه فتنه ها کی رخ میده، چگونه هست، که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که یه روزی میرسه افرادی هستن با لباس ما، با زبان ما میان، ولی در خلاف دین ما دارن جواب میدن، مردم رو راهنمود میکنن. که ایشون میگه رسول ما چه کنیم؟ میگه شما با جماعت باشید. و اگه جماعتی هم وجود نداشت، گفت خودتون به قرآن و سنت صحیح چنگ بزنید و از این فتنه ها خودتون رو دور بکنید. در هر صورت چون وقت ما به پایان رسیده، بیشتر از این وقت شما رو نمیگم، تا اینکه روز دیگه و برنامه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدارتون.